درود مهمانان گرامی، دوستان عزیز و اشتراکیان فستیوال. در جهان شهرت و شان ملت تمدن آفرین تاجیک نفوذ دیگر پیدا کرد. پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی، 9 فوریه سال 2024 بار نخست به سازمان ملل متحد پیشنهاد نمودند که نقش فوتبال در سطح جهانی پذیرفته شود و با قبول قطعنامه مخصوصی مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسما روز جهانی فوتبال اعلام گردد. پیشنهاد از جانب نهاد مذکور قبول گردید که این در حیات نه تنها ورزش مملکت بلکه سطح بین المللی نیز رویداد بی‌نظیر و تاریخی محسوب می‌یابد. با شرافت همین اقدام شایسته ما و شما امروز در مکان برگزاری فستیوال روز جهانی فوتبال قرار داریم. حالا به مناسبت افتتاح این همایش بزرگ فوتبال سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد. سپاس به پایان شادکامی اثر رویداد بی‌نظیر فوتبال سیاره صحیفه درخشان و خاطرمان ورزش ملت کهن بنیاد تاجیک را
در عرصه جهانی باری دیگر رنگین کرد. حالا با کمال احترام و صداقت به پایان سخن افتتاحی و تبریکاتی با پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی داده می شود. هموطنان عزیز و دوستان گرامی، با عرض احترام همه شما را به نخستین جشنواره با شکوهی که به افتخار روز جهانی فوتبال در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار می گردد خیر مقدم می گویم. ورزش از جمله بازی فوتبال برای انسانیت یکی از راه‌های مؤثر و بهترین بهداشت سلامتی و ترغیب طرز حیات سالم و در برابر این یکی از وسیله‌های مهمترین به هم آوردن و متحد ساختن خلق و ملت‌های گوناگون عالم به شمار می‌رود. باعث افتخار بزرگ ملت کهن بنیاد تاجیک می باشد که در برابر 5 پیشنهاد تاجیکستان دایر به حل مشکلات گلوبالی وابسته به آب و اقلیم باز یک پیشنهاد دیگر کشور ما در سمت عمومی‌گردانی فوتبال از جانب جامعه جهانی دستگیری یافت. یعنی تاجیکستان صاحب استقلال ما همچون عضو کامل حقوق جامعه جهانی امروز با تشبس‌های سازنده خود در جاده حل مسئله‌های مبرم و حیاتاً مهم سیاره به حیث کشور پیشرفت اعتراف گردیده است. محض با پیشنهاد جانب تاجیکستان قبول گردیدن قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اعلان کردن 25 می همچون روز جهانی فوتبال برای هر یک شهروند کشورمان مایه افتخار بلند وطنسازی و وطنداری می باشد. قبول گردیدن این پیشنهاد بار دیگر گواهی می دهد که تاجیکان ملت صاحب تمدن با معرفت، بنیادگر و سازنده، جانبدار صلح و ثبات و آسایش و آرامی در سراسر عالم می باشند. قابل ذکر است که در قطعنامه مجمع عمومی اهمیت در روحیه صلح، همفکری، همکاری بین الخلقی، دوستی، تحملگرایی و بدون هیچ گونه تبعیض برگزار نمودن چاره‌بینی‌های بزرگ ورزشی تاکید شده است. با استفاده از فرصت مناسب می‌خواهم به مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای پذیرفتن پیشنهاد ما سپاسگزاری صمیمانه خود و تمام جامعه فوتبال تاجیک را اظهار نمایم. در حقیقت بازی فوتبال در دنیا همچون واسطه اساسی پیوندسازی خلق و ملت‌های گوناگون عالم، سفیر صلح، پیام دوستی و عامل مهم تأمین ثبات و آرامی کشورها و آسایش و فراغت انسانها اعتراف گردیده این رسالت بزرگ خود را طی عصرهای طولانی ادامه داده ایستاده است. امروز آدمان و خصوصاً نورسان و جوانان عالم صرف نظر از جنسیت، منسوبیت ملی و نژادی و اعتقاد دینی و مذهبی در سراسر دنیا با فوتبال مشغول می باشند. باور دارم که تجلیل با شکوه روز جهانی فوتبال باعث باز هم افزودن نفوذ و آبروی کشور ما در عرصه بین المللی گردیده بر رشد و انکشاف فوتبال در سراسر دنیا، خاصتاً در تاجیکستان عزیز ما، اینچنین رابطه های دوستانه و همدیگر فهمی میان ساکنان سیاره
такону вусъати тоза мебахшад. бо эътимоди комил иброз медорам ки варзишгарони тоҷикистон аз ҷумла футболбозони тоҷик дар оянда ба дастовардҳои боз ҳам бузургтар ноил гардида шарафи варзиши тоҷикро боз ҳам баландтар мебардоранд. ҳамеша саломату сарбаланд бошед ҳамватанони азиз. Генеральная ассамблея приступает к принятию решения по проекту резолюции А/78/Л56 «Всемирный день футбола». Могу ли я считать, что ассамблея желает принять проект резолюции А/78/Л56? Решение принимается. سپاسی به پایان دوستان ارجمند حاضرین فستیوال تاریخی، توجه به فوتبال کودکان و نورسان، توجه به معرفی ارزنده میهن و ملت در عرصه بین المللی می باشد. حالا پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، مؤلف اقدام ناتکرار روز جهانی شوی فوتبال محترم رستم امامعلی و مهمان فخری فستیوال سابق بازیگری منتخب فوتبال نیگریا، نیم محافظتگری دسته شهرتیاری چلسی در سالهای 2006 2017، برنده مدال برنجی بازی‌های المپیک ریو د ژانیرو جان اوبی میکل، تشریفشان را به سرزمین همیشه بهار و مهمان نوازی تاجیکستان خیر مقدم میگوییم. مهمانان عالی قدر، هیئت منتخب فوتبال میهن که بار نخست در تاریخ فوتبال کشور به قهرمانی جهان راه یافتند، به فستیوال امروزه نورسان و کودکان با انعام و تحفه هایی که حالا تقدیم گردند، این چاره‌بینی و همایش بزرگ فوتبال را حسن آغاز می بخشند.
دوستان گرامی، حالا مهمانان فخری برای این لحظه جالب را باز شهامت دیگر بخشیدن، لحظه عکس برداری جریان میگیرد. شهادت داد از احیای تاجیک، گواهی داد از اقبال تاجیک. شهادت داد از احیای تاجیک، گواهی داد از اقبال تاجیک. درخش جوهری میلاد همین است، دعای مادری میلاد همین است. بخش آره بخش ای تاجیکستان، شیاری سروری میلاد همین است. بخش آره بخش ای تاجیکستان، شیاری سروری میلاد همین است. خونیز باد شد ما میتوانیم، چی بازی های زیبا میتوانیم. اگر رستم بود دروازه‌بانش، یقین امروز و فردا میتوانیم. اگر رستم بود دروازه‌بانش، یقین امروز و فردا میتوانیم. شبی شادی و بیداری مبارک، تماشاهای تکراری مبارک. خیابان‌ها پر از عشقی وطن شد، وطنداران وطنداری مبارک. خیابان‌ها پر از عشقی وطن شد، وطنداران وطنداری مبارک. وطنداران وطنداری مبارک، وطنداران وطنداری مبارک. شکوهی تازه فوتبال تاجیک، حسابی به حسابی گال تاجیک. شهادت داد از احیای تاجیک، گواهی داد از اقبال تاجیک. شهادت داد از احیای تاجیک، گواهی داد از اقبال تاجیک. درخش جوهری میلاد همین است، دعای مادری میلاد همین است. بخش آره بخش ای تاجیکستان، شیاری سروری میلاد همین است. بخش آره بخش ای تاجیکستان، شیاری سروری میلاد همین است. دوستان عزیز، چهره های آینده فوتبال کشور با سبک و اسلوب علاهیده خود در اداره کنی توپ، اجرای عملهای مرکب و دیگر عنصرهای پیشرفتی فوتبال امروزه از دیگران فرق دارند. حالا این لحظه ها را کودکان و نورسان منظوری ما و شما می نمایند. Cause this is Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakalegua. This time for Africa. Listen to your God. This is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, feel it. Pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Samina, mina, sakalegua, anawa, ah, ah.
Caligua, this time for Africa. This time for Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakalegua, anawa, Samina, فستیوال ادامه دارد. از مخلصان و حاضرین ارجمند خواهش میکنیم که این لحظه به هنر نورسان و کودکانی که آینده فوتبال کشور هستند توجه نمایند. دسته فوتبال بازان زور و توانا هسته نسل رستمی دوستان زور و توانا هسته نسل رستمی دوستان نشانی نام و ننگ است ضربه هر نفرتان عالمی افتخار است هر گل و هر زفرتان آفرین 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 فوتبال بازان فتح و زفر بیاره برای تاجیکستان آفرین 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 فوتبال بازان فتح و زفر بیاره برای تاجیکستان اوله 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 با ضربه آتشی با ضربه آتشی با دروازه حریف زنه گلی بهتری زنه گلی بهتری گل بزنه هر زمان با دسته حریفان شود مشهوری جهان فوتبال تاجیکستان آفرین 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 فوتبال بازان فتح و زفر بیاره برای تاجیکستان آفرین 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 فوتبال بازان فتح و زفر بیاره برای تاجیکستان گل بزنه هر زمان با دسته حریفان شود مشهوری جهان فوتبال تاجیکستان آفرین 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 فوتبال بازان فتح و زفر بیاره برای تاجیکستان آفرین 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 فوتبال بازان فتح و زفر بیاره برای تاجیکستان فتح و زفر بیاره برای تاجیکستان فتح و زفر بیاره برای تاجیکستان دوستان ارجمند همین شهامت و تنتنه استقبال فستیوال ها در تمام مناطق کشور با مرام جریان دارد. بار دیگر حضور همه شما را برای اشتراکتان در همایش با شکوه تاریخی خیر مقدم میگوییم. با امید فردای ظفر دسته های منتخب و رشد به میلان فوتبال کشور اینجا با شما خیر و خوش میکنیم
سعادتمند و کامگار باشید. خوش آمدند به این همایشی تاریخی و خیلی با حشمت. سلامت و سربلند باشید.